پرواز دست من تورنتوی کانادا. در قسمت 40 اکسپرتای در خدمت شادی تقیان بودیم. شادی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه شریفه و سال 2019 از طریق تحصیلی همراه با همسرش به کانادا مهاجرت کرد. شادی تجربه کار تو شرکت‌های مختلف به عنوان مهندس نرم افزار در کانادا رو داره، مثل توییتر و یکی نکته جالبش اینه که دقیقا زمانی که ایلان ماسک توییتر رو خریده، تو این نقل و انتقالات همون موقع شادی داخل توییتر بوده. درباره تجربیاتش از زمانی که ایلان ماسک اومد و تغییراتی که ایجاد شد و درباره اینا صحبت کردیم. فکر کنم براتون جالب باشه. حالا به عنوان کسی که داخل توییتر بوده تو این نقل و انتقالات نکات جالبی گفته شد. امیدوارم قسمت براتون مفید باشه. اگر اولین باره که این سری از ویدیوها رو می‌بینین لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشید. سلام شادی جان، چطوری؟ سلام، خیلی ممنون، متشکرم. شما چطورین؟ ما هم عالی، مرسی که دعوتمون رو قبول کردی برای قسمت 40 اکسپرت های. خیلی ممنون که من دعوت کردید، متشکرم. خب ما معمولا سریع شروع میکنیم، میریم سر اصل مطلب. یه ذره از خود برامون بگو، چی خوندی، کی اومدی کانادا و حالا با هم بریم جلوی مسیر. بله حتما. من شادی هستم، توی ایران علوم کامپیوتر خوندم، دانشگاه صنعتی شریف. بعد سال 2019 تحصیلی اقدام کردم برای کانادا، ارشدم رو دانشگاه کنکوردیا خوندم و الان هم حدود 3 سال به عنوان سافت‌ور انجینیر تو کانادا مشغول به کارم. 2019 اومدین کانادا؟ بله، من ژانویه 2019 با همسرم با هم اومدیم. تحصیلی. خب بسیار عالی. خب بریم. خب پس یه مستر گرفتیم کانادا و بعدم حالا شروع شد فرایند کاریابی. بریم شروع کنیم از اولین کاری که تو کانادا پیدا کردین. چجوری بوده بعد اینکه درس تموم شد؟ درگیر چه چیزایی بودین؟ از چه پلتفرمایی استفاده کردین به عنوان دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده؟ تجربه هم تو ایران داشتین یا نه؟ بله، من تقریبا 1.5 سال توی ایران توی اسنپ تریپ کار میکردم به عنوان بک اند دیولپر که در واقع سال آخر تحصیلم توی ایران بود که اولین تجربه کاری من به عنوان یک مهندس نرم افزار هم همون کار تو اسنپ تریپ بود که تجربه خیلی ارزشمندی بود بر من. با کلی آدم خیلی کار درست آشنا شدم که خیلی بعدها هم کمکم کردن. اما اولین تجربه کاری من توی کانادا، من خیلی سریع بعد از فارغ التحصیلیم شروع به کار کردم. اون دوران خیلی وسط اوج کرونا بود و من اون موقع توی مونترال بودم که خیلی در واقع کرفیو هم داشتیم، یه ساعت 9 شب به بعد حتی بیرون نمیتونستیم باشیم، خیلی فضا بسته بود. به خاطر همین تنها کاری که میشد کرد استفاده از پلتفرم‌های آنلاین بود. من خودم خیلی از لینکدین استفاده کردم، از ایندید استفاده کردم، اما میتونم بگم که بزرگترین کمک به من همون لینکدین کرد. من از طریق لینکدین بیشتر دنبال کارها میگشتم و اپلای میکردم و اون موقع میتونم بگم مارکت خیلی بهتر بود نسبت به الان. من تقریبا خیلی راحت میتونستم مصاحبه بگیرم و بعد از چندین راوند مصاحبه خیلی سریع تونستم در واقع آفر بگیرم و من حالا این شانس رو آوردم که تونستم یه آفر ریموت بگیرم. البته که اون موقع اکثر کارها ریموت بود، ولی بازم خیلی از شرکت ها علاقه داشتن که برن سمت هیبرید یا اینکه حداقل 2-3 روز در هفته بریم آفیس رو. اما شغلی که من تونستم پیدا کنم کلا آفیس اصلی توی تورنتو بود و اصلا توی مونترال آفیسی نداشت. به خاطر همین رول من کاملا ریموت بود و من تونستم تو شرکت تاپ هد که یه استارتاپ نسبتا بزرگی بود، تقریبا میشه گفت پری آی پی او بود، به عنوان سافت‌ور انجینیر در واقع اونجا یه آفر بگیرم و همونجا هم شروع به کار کردم. من هنوز دفاع 2021 درسته؟ بله دقیقاً میشد ژانویه 2021. من هنوز دفاع مسترم رو کامل انجام نداده بودم که شغل من شروع شد. در واقع یه 10 روزی حتی اوورلپ داشتم اونجا و بله حدود 1.5 سال من توی تاپت کار کردم که خیلی اون هم تجربه ارزشمندی بود. اولین تجربه کاری من بود توی محیط کانادایی و میتونم بگم این رول من یه مقداری شاید فول استک تر بود
نسبت به چیزی که من توی ایران تجربه کرده بودم که فقط بکند بود و یه سری قسمت‌های خاصی رو کار می‌کردم. ولی رولم توی تاپت خیلی گسترده‌تر بود بذار و یه ذره دیپ‌تر شیم، یه ذره عمیق‌تر شیم داخل این پوزیشن. چند تا مصاحبه داشتی؟ چجوری بود فرآیند مصاحبه‌ها، به چه صورت بود؟ برای من اولش خب یه مصاحبه تلفنی کوتاه با ریکروتر بود که در واقع یه مقداری راجع به شغل توضیح میدن که اصلا شغل چی میخواد از شما، ما دنبال چی میگردیم، تو دنبال چی میگردی، که آیا اصلا الاین هستیم یا نه. و همون تماس 10 دقیقه همون اول هم از من راجع به حقوق پرسیدن که انتظاراتت چیه. و من به عنوان یه تازه دانشجو که تازه فارغ التحصیل شده بودم، یادم اون موقع خیلی عدد پایینی گفتم و ریکروترم گفتش که خب باشه، من میرم با در واقع منیجر اون تیم. چاله شرکت به شرکت فرق میکنه، ولی تا پد هر تیمی برای خودش استخدام میکرد. اینجوری نبود که برای شرکت استخدام کنن بعد شما رو به یک تیمی در واقع اساین کنن. هر تیمی برای خودش استخدام میکرد. ریکروتر رفتش که با منیجر صحبت کنه و گفت اگر که منیجر از رزومه تو خوشش اومد برات مصاحبه میچینیم. برای من مصاحبه 2 راونده چیدن در واقع، که راوند اولش فقط سوالهای الگوریتمی بود. بین 2 تا 3 سوال الگوریتمی رو باید کد میزدم توی 1 ساعت، که من توی اون مصاحبه 2 تا سوال رو تونستم کامل کد بزنم، وسط سوال سوم وقت تموم شد. اما من رو ادامه دادن و در واقع رفتم به راند دوم، که راند دوم بیشتر یه حالت سیستم دیزاین بود. من اونجا هم باید کد میزدم. در واقع از من میخواستن یک سیستمی رو بیارم بالا، یه سیستم خیلی ساده با رست API که در واقع من بتونم یه ریکوستی بزنم و یه جوابی بگیرم. اما خب دنبال این بودن که ببینم من چجوری سیستم رو دیزاین میکنم، با دیتابیس چجوری کار میکنم و چقدر دانش در واقع وب بیس دارم، چون اونا هم بیشتر دنبال وب دیولپر میگشتن، یه کسی که بلد باشه با اینجور مسائل کار کنه. خود منیجر تیمم توی اون مصاحبه حضور داشت به همراه یکی دیگه از اعضای تیم. اونم یه مصاحبه 1 ساعته بود که حدود یه رو به آخرش به پرسش و پاسخ میگذشت که من راجع به تیم بپرسم، تیم چجوریه، چند نفر توی تیمن، راجع به چیا کار میشه، چون من خیلی هم اطلاعات نداشتم راجع به خود استارتاپ، راجع به بیزینس که چیکار میکنم. اونجا یه فرصت خوبی بود که من از منیجر بپرسم که دقیقاً شما چیکار میکنید، از من انتظار دارید که چیکار بکنم. و بعد از اون حدود 1 هفته بعدش من جواب گرفتم که این مصاحبه رو قبول شدم و منو میخوان ببرم برای راند بعدی، که راند بعدی یه مصاحبه با یکی از دیرکترها بود و یه مصاحبه بیهیویرال بود در واقع. رفتاری. که بله، یه مصاحبه رفتاری بود که از من بیشتر بپرسن که من روی چیا کار کردم، سبک کاریم چجوریه، آیا یه آدمی هستم که کار گروهی رو مثلا خوب بتونه انجام بده، از لحاظ مکالمه و رفتاری چجوری در واقع رفتار میکنم. اون فقط در واقع پرسش و پاسخ بود. اون مصاحبه راجع به تجربیات قبلی من پرسیدن، یه سری سوالات کلیدی که مثلا اگر توی محیط کار به مشکل بر بخوری چجوری حلش میکنی، اگر با منیجرت به مشکل بخوری چجوری حلش میکنی، اگر با همکار همردت به مشکل بخوری چجوری حلش میکنی. یا ازم خواستن مثلا نقاط قوتمو بگم، نقاط ضعفمو بگم، یه پروژه‌ای که خیلی دوست داشتم چجوری پیاده سازیش کردم، پروژه‌ای که به نظر خودم تو شکست خوردم چجوری پیاده سازیش کردم. اونم مصاحبه جالبی بود برای من، خیلی تجربه جدیدی بود. من خب توی ایران تجربه کاریم خیلی محدود بود، ولی همون تجربه کاری محدود هم هیچ موقع شامل همچین بحثایی نشده بود. این اولین بارم بود که همچین و آمادم نبودم واقعا براش، چون اطلاعاتم خیلی محدود بود راجع به اینکه مصاحبه ها چجوریه. ولی خب فکر میکنم اون بحثم خوب پیش رفت، سعی کردم صادقانه جواب بدم، حالا هر چی که توش تجربه داشتم رو بگم، چیزایی که تجربه نداشتم که خب گفتم من تو همچین زمینه کار نکردم. تو پایان اون مصاحبه از من در واقع رفرنس خواستن، گفتن که آیا مدیر قبلی، همکاری، کسی هستش که ما بتونیم مثلا باهاش صحبت کنیم. که من از یکی از مدیرای قبلیم توی اسنپ تریپ خواهش کردم که اگه میشه اطلاعاتشون رو بدم. ایشون قبول کردن، خیلی لطف کردن به من. یه مصاحبه فکر می‌کنم یه نمیدونم تماس 10-15 دقیقه‌ای هم با ایشون گرفتن که در واقع در رابطه اینکه من چی کارا کردم یه در واقع رفرنس چکی بود دیگه انجام شد. و بعد از اون خیلی معمولا این سریع کارو میکنن، یعنی آدم فکر میکنه. برای منم تماس گرفتن
آدم فکر کنه مثلا ما چون ایرانی مثلا دیگه زنگ نمیزنه و واقعا هم یه موقعی هم چالش دارن، یعنی ما که بله. کلا دیسکانکتیم. دو هم این که خیلی از مدیرا اصلا انگلیسی نمیتونن مثلا صحبت کنن، یعنی طرف اگه تماس هم بگیره، من یادمه من تو همراه اول چون ایمیل سازمانی میخوان که چک کنن، بله. یعنی هر ایمیلی هم نمیتونی بدی، یعنی اونا خودشون حواسشن. من ایمیل مدیرم تو همراه اول رو دادم، بعد اینا میگفتن ما ایمیل فرستادیم این جواب نداده، بعد به مدیر پیام دادم که فلانی مدیر چی گرفتی؟ گفتم من ایمیل نگرفتم، کلا اینا آی پی های خارج از ایران رو بستن به خاطر بحث امنیت، ما اصلا ایمیلی از خارج سازمان دریافت خارج از ایران نمیتونیم دریافت کنیم و کلی داستان داشتیم. حالا مثلا به اینا حالا توضیح بده که همچین داستانیه مثلا. ولی آره این اتفاق میفته و خیلی خوش شانس بودی که فکر می‌کنم مدیره خیلی همراه بود و من واقعا یه شانس دیگه ای که آوردم، مدیر من هم ایران نبود، ایشون هم مهاجرت کرده بودن هلند. آره ایشون هلند بودن تو موقعی که در واقع قرار بود باشون تماس بگیرن و خب آره فکر میکنم تماس تلفنی باشون گرفتن که یه مقداری راجع به تجربیات من پرسیدن و من هم تو کل اون 1.5 سال که توی اسنپ کار کرده بودم با ایشون مستقیما کار کرده بودم، توی همین یه دونه تیم بودم. و آره اینجوری شد که بعد از فکر میکنم 1 هفته یا 10 روز باز همون ریکروتر با من تماس گرفت و در واقع آفر کلامی داد که مثلا ما دوست داریم جلو ببریم کیس شما رو و حقوقی که من پیشنهاد دادم خیلی بیشتر از عددی بود که من گفته بودم، حدوداً $30,000 بالاتر از چیزی که من در واقع خواسته بودم رو بهم پیشنهاد دادن و من تو اون لحظه خیلی خوشحال شدم که آره من دوست دارم با همین کیس برم جلو. من اون موقع داشتم با یه شرکت دیگه با مورگان استنلی هم مصاحبه میکردم و مصاحبه من توی در واقع قسمت‌های آخرش بود. من خیلی دوست داشتم که یک مقداری بتونم این آفر تاپت رو کش بدم تا ببینم که آیا از اونورم میتونم آفری بگیرم. من با اونجام جلو رفتم و تونستم از اونام باز یه آفر کلامی بگیرم، اما هم پوزیشن خیلی پایین تر بود، یه پوزیشن کاملا جونیور بود و خیلی در واقع انتری لول بود و اینکه حقوقش هم نسبت به چیزی که تاپت پیشنهاد میداد خیلی پایین تر بود. اما خب اون شرکت مورگان استنلی بود، این یه در واقع استارتاپ بود. من خیلی از بچه‌های دیگه که یکم قدیمی تر بودن، چندین سال بود تو بازار کار کانادا بودن، پرسیدم و اونا به من گفتن که یه همچین شرکتی که 500 نفر در واقع کارمند داره و پری آی پی او دیگه خیلی از حالت استارتاپ بودنه در اومده، چندین سال دیگه احتمالاً آی پی او میشه. ولی من نمیدونم آی پی او رو توضیح بدم که در واقع میخواین توضیح بدین؟ آره میری تو آره بورس و در واقع عمومی میشه سهامش و خب یک معیاریه که برای اینکه نشون بدیم شرکت در واقع چقدر موفقه، چقدر درآمدزایی داره. و این بود که از اون طرف هم مورگان استنلی خب یه شرکت بیشتر کارهای مالی میکنه و رول من هم خیلی بیشتر درگیر مسائل ریاضی و مالی میشد. این بود که به من گفتن که اگر علاقت اون سمتی نیست شاید همین تاپت گزینه بهتری باشه و من هم دیگه با تاپت واقعا جلو رفتم. یه مسئله دیگه همین بود که من زبان فرانسم اونقدر قوی نبود که بخوام توی یک شرکتی که همه مکالمات در اون شرکتی در واقع به فرانسه انجام میشه کار بکنم. مورگان استنلی آفیس داشت توی مونترال و کاملا فرانسه همه چیز برگزار میشد. تاپت آفیسش تو تورنتو بود و رول ریموت بود، همه چی انگلیسی. اینم یه مسئله دیگه بود. واقعا من داشتم فرانسه یاد میگرفتم ولی خب واقعا توی اون سطحی نبودم که بتونم کاملا مکالمه کنم و کار کنم به زبان فرانسه. اینم یه معیار دیگه بود که دیگه خب با توجه به همه این وضعیتی که من داشتم فکر کردم تاپت گزینه بهتریه برام و من اونجا شروع کردم. بریم جلو. بعد تاپ چند وقت تاپت بودین؟ حدودا 1.5 سال، کمتر از 1 سال، فکر کنم 1 سال 4 ماه من تاپت کار میکردم که من تیمم رو هم خیلی دوست داشتم. حالا یه مقداری اطلاعات فقط بدم که تاپت چی کار میکنه. یه پلتفرم آنلاینیه برای دانشگاه ها و کلا مؤسسات آموزشی که توش بتونن کلاس آنلاین برگزار کنن، امتحان آنلاین برگزار کنن، اساینمنت بدن، سوال بدن، تمرین بدن و من توی تیم کوئسچن بودم در واقع که مسئول طراحی این انواع سوالات و در واقع
نگهداری کردن و دیباگ کردن این محصول بودیم. خیلی تیم خوبی بود. من خیلی کار یاد گرفتم. من اصلا فرانت اند هیچ موقع کار نکرده بودم، اولین بار بود که کار میکردم. همه چی عالی بود. من مشکلی که داشتم این بود که من وقتی به تیم اضافه شدم این محصول کامل شده بود، اینا این پروداکت رو ساخته بودن، همه چیز بهش اضافه شده بود و ما دیگه محصول جدیدی نمی ساختیم. کار من شده بود مینتیننس. کار من این بود که وایسم ببینم باگ میاد، مشکل میاد، برم اونو حل کنم. من واقعا این فرصت که یه چیز جدید بسازم نداشتم اونقدر و این بود که دلم میخواست یه مقداری کارم پرچالش‌تر باشه، یه مقداری من در واقع بتونم یه چیزی رو از بیس بسازم به جای اینکه فقط روی کارهای بقیه یه فیچرهای کوچولو اضافه کنم. این بود که من توی حدوداً مارچ 2022 شروع کردم در واقع مصاحبه کردن دوباره. بعد این دفعه یه مقدار شرکت‌های بزرگتر رو در واقع هدف قرار دادم، هم به خاطر اینکه یکم اعتماد به نفسم بالاتر رفته بود، بیشتر تجربه داشتم، هم یه مسئله دیگه هم واقعا پیار کانادا بود که من دیگه اون موقع پیار کانادامو داشتم و یه سری از شرکت‌های آمریکایی رو میتونستم براش اقدام کنم که قبلا نمیتونستم. بله، اقامت دائم رو خیلی از شرکت‌های آمریکایی مخصوصا اگر لازم باشه با دیتا و داده کار کنید به عنوان ایرانی نمیتونید توی این شرکت‌ها کار کنید. با پیار یا اقامت دائم میتونی یا باید حتما شهروندی رو بگیری؟ نه با پیار یا گرین کارت میتونید. البته که اگر پیار ندارید میتونید برای اکسپو لایسنس اقدام کنید که باید دادگاه برید و یه پروسه طولانی شدنی هست، ولی خب باید اون پروسه رو برید دیگه، طولانی تر از اقامت دائم گرفتن به نظر من. خب آره، من اون موقع دیگه حدوداً چند ماه بود که اقامت دائم کانادامو داشتم. این بود که خب دلم میخواست که برای اون شرکت هم اقدام کنم و اون موقع مارکت واقعاً عالی بود. یعنی در این حد خوب بود که ریکروترها پیام میدادن که بیا برات مصاحبه بچینیم، مثلا لازم نبود ما ایمیل بزنیم به جایی. من توی لینکدینم هر روز کلی مسیج میومد از شرکت‌ها که ما دنبال نیرو میگردیم، رزومه تو به نظر ما. منم سعی می‌کردم همیشه لینکدینم آپدیت نگه دارم، همیشه هر روز سعی می‌کردم اگر کار جدیدی بوده، پروژه جدیدی بوده اضافهش کنم. این بود که من با چندین تا شرکت خوب مصاحبه گرفتم. من با آمازون مصاحبه گرفتم، متا، گوگل، شاپیفای، توییتر و یه چند تا استارتاپ های کوچیک‌تر و در واقع یک ماه من شب و روز داشتم مصاحبه می‌دادم و باز هم من خیلی خودم رو آماده نکرده بودم. تنها کاری که می‌کردم این بود که بیشتر سوالای الگوریتمی حل می‌کردم. یه سایت معروفی هست لیت کد که احتمالاً همه باش آشنان، برای سوالای الگوریتمی خیلی سایت خوبیه. من فقط مثلا توی اون سایت چند تا سوال حل کردم که یه مقداری خودم آپدیت تر نگه دارم، چون توی کار روزمره خب سوال الگوریتمی آدم حل نمی‌کنه، ولی توی مصاحبه ها معمولا سوالای الگوریتمی پرسیده میشه. ولی در رابطه با سیستم دیزاین من هیچی نمیخوندم، چون که فکر میکردم مثلا برای انجینیری که داره یه لول متوسطی رو اقدام میکنه لازم نیست، اون فقط اگه سینیوری استافی چیزی باشی لازمه که سیستم دیزاین بخونی. من اصلا سمت اون نرفتم. به خودم فکر میکنم اگر یه سری از مصاحبه هامو هم نتونستم جلو ببرم به خاطر اون قسمت بود، چون سوال الگوریتم رو معمولا خوب حل میکردم. میرسید به سیستم دیزاین خب من تجربه محدود بود، چیزی هم اضافه تر نخونده بودم. اگر یه سوال جدیدی میدادن مثلا نمیتونستم جلو ببرم چون نمیدونستم راجع به چیا باید صحبت کنم. اما باز هم اون راوند مصاحبه برای من خوب بود. من تونستم 3 تا آفر مختلف بگیرم. من از گوگل آفر گرفتم، شاپیفای و توییتر. شاپیفای آفری که گرفتم به خاطر این بود که یه ریفر خیلی قوی داشتم. دیرکتر من توی تاپ هد برای تیم خودش توی شاپیفای میخواست، اونم تغییر شغل داده بود، تو شاپیفای بود و برای تیم خودش میخواست و چون با من مستقیم کار کرده بود من 2 تا از مصاحبه ها رو اصلا پریدم، رفتم فقط 2 راوند آخر رو مصاحبه دادم. ازشون آفر خوبی هم گرفتم. من در نهایت 3 تا آفری که داشتم فکر می‌کردم که خب بین این 3 تا کدوم رو برم. خودم شخصا گوگل رو بیشتر دوست داشتم به خاطر هم حالا اسم کمپانی، هم تیمش تیم خوبی بود، تیم کلاود بود. اما گوگل به من آفر L3 داده بود که در واقع باز میشه گفت یه جورایی انتری لول هستش. اما آفرهای من توی شاپیفای و توییتر L4 بود که یک لول بالاتره در واقع و خب به نسبت حقوق ها هم خیلی متفاوت میشد. تفاوت واقعا معناداری بود بینش که
خب منو یکم نسبت به گوگل سردتر میکرد. من بین شاپیفای و توییتر داشتم فکر میکردم ببخشید که باز هم یه مقداری به خاطر تفاوت حقوقی، هم نوع تیم، در واقع کاری که تیم میکرد، من توییتر رو بیشتر دوست داشتم برم. یادم اون موقع دیرکترم خیلی به من گفتش که توییتر رو نرو، آینده نداره. همون گوگل، اگه شاپیفای هم نمیخوای بیای اوکیه، ولی گوگل رو برو، توییتر رو نرو. ولی حالا من اون موقع بیشتر هم فکر میکنم به خاطر بحث حقوقش بود. توییتر خیلی حقوق بار، یعنی یه جوری میتونم بگم که نزدیک 100 کی فاصله داشت حقوقش. انقدر این عدد معنادار بود که من وسوسه شدم که توییتر رو برم. 100 که بعد این قبل ایلان ماسک بود، درسته؟ بله. این دقیقاً مارچ بود که من مصاحبه ها رو دادم. البته میگم گوگل هم خیلی دیر به من آفر رو داد، یعنی من واقعا شاپیفای و توییتر رو داشتم جلو میبردم که لحظات آخر گوگل زنگ داد، اونم فقط وربال، یعنی فقط به من پشت تلفن گفتن، من نامه رسمی دریافت نکردم ازشون. گفتن که اینطوریه با این عدد فلان تیم میخوای، و من اون موقع دیگه خیلی داشتم روی اون دوتا فکر میکردم و دیدم حقوق و لول کاری هم خیلی پایین تره. همونجا پشت تلفن گفتم نه دیگه من ادامه نمیدم. منتها گوگل من گفت که ما 12 ماه میتونیم کیس تو رو نگه داریم، اگر نظرت عوض شد مثلا برگردی. و من خب خیلی این آپشن خوبیه، اگه حالا یه هر دلیلی من خواستم برگردم گوگل رو داشته باشم. و بعدش هم من توییتر رو امضا کردم حدود 1 هفته، چون اونا هم خیلی اصرار داشتن که ما چندین تا کاندیدا داریم، اگر میخوای زودتر آفر رو امضا، نمیتونیم برات مدت طولانی نگه داریم. من دیگه آفر توییتر رو امضا کردم و اصلا شاپیفای رو هم در واقع ریجکت کردم، گفتم نه دیگه نمیخوام. من اصلا یادمه که فکر میکنم 28 مارچ بود یا 24 مارچ، 2-3 روز بعد از اینکه من آفر رو امضا کردم، یه توییتی اومد که ایلان ماسک میخواد نمیدونم 18%، آره نه، میخواد 18% از سهام توییتر رو بخره، یه مقدار کمی شد. بعد من داشتم فکر میکردم خب این اتفاق خوبیه، شاید اینکه یه سلبریتی بیاد مثلا سهام شرکت رو بخره شاید حتی باعث شه شرکت پولدارتر، مخصوصا که من یه بخش بزرگی از حقوقم سهام بود، یه در واقع پای حقوق بود، یه مقداری با پاداش بود و یه مقدار زیادیش هم سهام شرکت. که من فکر می‌کردم خب این خوبه، سهام شرکت ارزشمندتر میشه، حقوق من در واقع بیشتر میشه. من خوشحال بودم تا اینکه روز شروع کاری من قرار بود اواسط می باشه، یعنی من یک ماه اینجا نگه داریم. چند تا مصاحبه داشتی توییتر؟ بله، توییتر باز من یه دونه مصاحبه تلفنی با یه دونه ریکروتر داشتم که این ریکروتر خیلی از شرکت‌های بزرگ یه سری ریکروترای در واقع بهش میگن ثرد پارتی که مال شرکت خودشون نیست، مال یه شرکت دیگه هم قراردادی با شرکت‌های مادر کار میکنن. اون یه همچین ریکروتری بود که تماس 5 دقیقه‌ای با من گرفت، گفتش که من کیس تو رو میفرستم برای خود ریکروترهای توییتر. بعد از اون یه ریکروتر از توییتر با من یه مصاحبه در واقع ویدئویی گذاشت، یه 10 دقیقه صحبت کرد که من چه کارایی کردم، دنبال چی میگردم و تیم هاشونم پریزنت کرد. 2 تا تیم بود که اون موقع دنبال نیرو میگشتش، گفت ما برای این 2 تا تیم میخوایم، ما اصلا چیزی هستش که تو علاقه داشته باشی. و هر 2 تا تیم اون موقع تیم‌های در واقع درون سازمانی توییتر بودن، روی محصولی کار میکردن که خود انجینیرهای توییتر ازش استفاده میکردن. بر من جالب بود واقعا کارشون کلاود بود و من دوست داشتم و اینجوری برای دوستان جلو ببرم. اون ریکروتر برای من یه مصاحبه الگوریتمی گذاشت که خیلی هم ساده بود به نظرم، یعنی من انتظار داشتم مثلا شرکت مثل توییتر خیلی مصاحبه پیچیده بذاره، ولی معمولا مصاحبه های اول که بهشون اسکرینینگ میگن مصاحبه های آسون ترین، بیشتر برای در واقع یه جورایی الک کردن یه سطح پایینی، خیلی سوال پیچیده یا سختی نمیپرسن واقعا. بعد از اون اون مصاحبه که رد شد یه مصاحبه 3 مرحله‌ای بود. بله 3 مرحله بود که باز یکیش الگوریتمی بود، اما این سوال الگوریتمی دیگه اینجوری نبود که از من بخوان در واقع یه سوال مطرح کنن و من بخوام اون سوال رو حل کنم. از من خواستن یه ساختمان داده‌ای رو پیاده کنم. در واقع اگر من بخوام از بیس این ساختمان داده رو پیاده کنم چیکار میکنم؟ از من خواستن هش مپ در واقع خودم بسازم، نه اینکه از یه لایبرری استفاده کنم. اون سوالم خوب جلو رفت چون باز خیلی چیز پیچیده‌ای نبود، یه دیتا استراکچر خیلی معروفی بود.
سوال بعدیش سیستم دیزاین بود که از من میخواستن سیستمی که خودشون روش کار میکنن رو دیزاین کنم. باز هم من با توجه به دانش محدودی که داشتم خیلی بردمش سمت API ها که چجوری API پیاده سازی کنیم، ولی خب اونا بیشتر دنبال میگردن که چجوری در واقع دیتا مدل میسازیم، چجوری در واقع این سیستم رو ABI میکنیم، چجوری مانیتورش میکنیم. من خیلی راجع به اونا صحبت نکردم چون بلد نبودم. به خاطر همین به من اونجا L4 دادن. فکر میکنم اگر سیستم دیزاینم رو بهتر انجام میدادم شاید میتونستم لول بالاترم بگیرم، ولی خب من تجربه نداشتم اون زمینه. بعد از اون مصاحبه یک هفته بعدش باز مصاحبه رفتاری بود با منیجر تیم که خود مدیر تیم با یکی دیگه از اعضای تیم در واقع باز مصاحبه کردن از کارهایی که قبلا انجام دادم، تجربیاتم. باز همون سوالای همیشگی که چجوری مثلا با مشکلات کنار میام اگر مشکلی پیش بیاد، چجوری آیا تا حالا یک پروژه‌ای رو در واقع لید کردم، اگر من مثلا لید اون پروژه بودم چجوری کارها رو تونستم همزمان کنار هم جلو ببرم، چجوری تونستم کارها رو به بقیه در واقع واگذار بکنم. از اینجور سوالا بود که اونم خوب جلو رفت و خیلی باز توییتر هم خیلی سریع به من آفر داد چون موقع واقعا نیرو میخواستم. آره این مسابقه توییتر همینجوری بود در واقع، یه دونه اسکرینینگ 3 تا مسابقه دیگه. بعد یه سوال، حالا اون قسمت سهام هم که گفتی این معمولا چجوری کار میکنه؟ یه ذره مثلا دیتیل تر توضیح بدید. سهام به چه صورته؟ مثلا چند درصد سهامه، چند درصد حالا چی؟ یعنی این ساختاره چجوری؟ اگه بچه‌ها حالا درگیر شدن نسبته باید چجوری باشه، چجوری چونه بزنن؟ من اینا خیلی خوب باز شرکت به شرکت فرق میکنه، اما معمولا چیزی که روش میشه چونه زد حقوق پایه است، چون برای در واقع سهام و پاداش یه چیزی که شرکت از قبل در واقع تعریف میکنه که مثلا لول 3 این مقدار بهش سهام تعلق میگیره و پاداش هم که یه چیزیه که برای کل شرکت تعریف میشه. مثلا حالا برای توییتر 20% بود که این 20% هم ماکسیموم 20%، که بسته به عملکرد شما در طول ساله. 10% از این بونس عملکرد شرکت. اگر شرکت خیلی سود بکنه بر اساس اینکه چقدر شرکت سود کرده یه مقداری به شما پاداش تعلق میگیره. 10% هم عملکرد خود شماست که در واقع با توجه به فیدبکی که مدیر میده یا همکارای دیگه‌تون میدن، مثلا میگن که چقدر شما خوب عملکرد داشتید و یه پاداشی تعلق میگیره. اینا ثابته، یعنی حداقل من ندیدم کسی بتونه روی اینا چونه بزنه. شاید یه سری از شرکت ها قبول کنن که مثلا اینا بالا پایین کنن، ولی معمولا از بالا دستتر میاد و اینا ثابته. در رابطه با سهام هم معمولا همینطوریه که واسه هر لولی یه مقداری سهام در نظر میگیرن. مثلا میگن که چه میدونم توی معمولا هم 4 ساله میبندن سهام ها رو که برای 4 سال به فرض مثال $100,000 سهام به این آدم تعلق میگیره. یعنی اگه زودتر از 4 سال بری یا فکر کنم ویتینگ بهش میگن یا نمیگیری یا بله معمولا اینطوریه که باز حالا شرکت به شرکت فرق داره. توییتر هر 6 ماه یک بار بود این وست شما، هر 6 ماه یک بار برای شما واریز میشد، اما سال اول باید 1 سالتون پر میشد تا 25% اول رو بگیرید. یعنی اگر شما قرار بود قبل از 1 سال از شرکت بیاید بیرون به شما هیچی تعلق نمیگیره، اما بعد از اینکه 1 سال اولتون تموم شد 1/4 اون 4 سال رو به شما میدادن. بعدش هر 6 ماه یک بار 1/8 رو در واقع برای شما میریختن. بعد یه چیزی، این سهامو که میدن باعث میشه که مقدار حقوق کمتر بشه؟ یعنی میگن مثلا نمیدونم انقدر سهام میدیم ولی حقوق هم مثلا 20% کمتر میدیم ولی به جاش داریم سهام میدیم، یا نه مثلا یه چیز اضافه است؟ بله مثلا میگن که شما توی آفر رسمی که دریافت میکنی، برای مثال فرض کنید میگن که شما $100,000 حقوق پایه سالانه تونه که این هر 2 هفته یک بار یه پورشنش میاد به حساب شما. این اصلا جدا. توی آفر مینویسن که شما 20% هم پاداش میگیرید که شما دارین میایید فکر میکنید در بهترین حالت 20% $100,000 میشه $20,000. پس من در بهترین حالت $20,000 هم ادیشنال ته سال دریافت میکنم
و بعد مثلا میگن $100,000 هم در 4 سال آینده شما سهام بهتون میرسه. شما 100,000 معمولا هم این قسمت به دلار آمریکا نه دلار کانادا، چون شرکت آمریکایی بیسن. یعنی مثلا اگه $100,000 آمریکا شما در 4 سال میخواین سهام بگیرید میشه $130,000 کانادا حدودا. اینو باز مثلا تقسیم بر 4 کنیم میشه نزدیک مثلا $30,000 کانادا، 30 خورده هزار دلار کانادا در سال، که این هم شما اگر جمع بزنید میگین 100 به اضافه 20 به اضافه 33 شد حقوق من. ولی خب این یه در واقع استیمیشنه، دقیق نیستش، چون که سهام ممکنه بالا پایین بشه، پاداش شما ممکنه کمتر از اون چیزی که فکر کردید باشه، حقوق پایه شما ثابته، اون واقعا متغیر. ولی خب یه در واقع تخمینی به شما میده که حقوق شما تو چه بازه‌ای قرار میگیره. به خاطر همینه که خیلی از آدم‌ها وقتی راجع به شغلشون صحبت میکنن بیس کامپنسیشن و توتال کامپنسیشن دو تا عدد متفاوت میشه براشون. حقوق پایه و حقوق کل. حقوق کل دقیقاً، بله. اینطوری بود. و حالا باز در رابطه با سهام هم شرکت‌ها مدل‌های مختلف دارن. یک سری از شرکت‌ها تعداد سهام ثابت میدن، یک سری از شرکت‌ها مقدار پول سهام ثابت میدن. مثلا یه سری شرکت میگه ما به فرض مثلا 10 تا سهام به شما میدیم. اگر شرکت پولش بره بالاتر این 10 تا سهام ارزشمندتره، اگر شرکت نه ضرر کنه 10 تا سهام ارزشش کم میشه. اما یه موقع یه شرکت میگه من $100,000 سهام به شما میدم. اگر شرکت ارزشش بره بالاتر این $100,000 میشه تعداد سهم کمتری. شرکت ضرر کنه این $100,000 میشه تعداد سهم بیشتری، ولی شما یه پول رو میگید. این آپشن امن‌تریه، چون اگه شرکت ضرر کنه شما ضرر نمی‌کنید، ولی از اون طرف هم خب اگر شرکت سود کنه شما تو سود سهیم نیستید، چون که مقدار ثابت میگیرید. این دیگه پالیسی شرکت هاست واقعا. خب بریم جلوتر. توییتر اوکی شد و شروع به کار کردیم. یه ذره بیشتر چه کنیم، چون بالاخره یه توییتر خب خیلی شرکت معروفیه و حالا ساختار چه دیدیم. حالا من تو قسمت‌های قبلی که بچه پرسیده بود که یه سوالی که بپرسن بچه‌ها اینه که میکرو منیجمنت و اینا رو هم میبینن اونجا، مثلا تو کانادا و اینا مثلا این میکرو منیجمنت. تو ایران خب خیلی موقع مدیرا میکرو منیجمنت زیاد دارن دیگه. گفتم مثلا اینم بگو، گفتم آره. بعد من هر قسمت یادم میاد، الان یادم اومد چقدر این میکرو منیجمنت رو میبینی. حالا تو ایران هم یه سال نیم کار کردی، یه ذره از تفاوت‌های محیط کاری تو اینجا و اونجا بگو، و حالا ساختاری که توییتر داشت و الان که میدونم خیلی تغییر کرده بعد ایلان ماسک. بله خب من یه چیزی بگم. توی ایران من خیلی تازه وارد بودم. یعنی یادمه که من اولین روزی که تو اسنپ تریپ رفتم سر کار اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. من هر چقدر کد زده بودم تو محیط دانشگاهی زده بودم. یه پروژه‌ای رو استاد تعریف کرده بود، ما دقیقاً تو همون چارچوب کد زده بودیم. هیچ موقع توی محیط صنعتی، محیط کار من کد نزده بودم. هیچ موقع در واقع من یادم که مثلا از گیت در حد خیلی ساده این که یه پروژه‌ای بسازیم کار کرده بودم. اصلا اینکه ما بخوایم مثلا برانچ مختلف بسازیم، شما ریویو بخوای سر کد، هیچی. من واقعا 0 بودم. اون موقع من در واقع این میکرو منیجمنت رو میپسندیدم، چون یکی رو میخواستم به من بگه چیکار کن، چون من ایده‌ای نداشتم باید چیکار کنم. و این بود که من اصلا اون موقع به این فکر نمی کردم که این که مثلا مدیر من کارها رو استپ بای استپ به من میگه، مثلا این میکرو منیجمنت. من تا فکر کردم چقدر خوب که داره به من راهکار میده، من باید چیکار کنم چون من نمیدونم قدم بعدی چیه. آره من حقیقتا هیچ موقع اون موقع فکر، الان که بهش برمیگردم نگاه میکنم فکر میکنم که آره شاید باید مثلا دست ما رو بازتر میذاشتم. البته که من مدیر خودم توی اسنپ تریپ واقعا این کار رو میکرد، سعی میکرد یه مقدار فرصت بده ببینه که آیا ما خودمون میتونیم جلو ببریم پروژه رو یا نه، واقعا نیاز به مثلا یه لید یا یه کسی که با تجربه تره داریم تو پروژه. ولی خب آره میگم اون موقع من اصلا به این مسائل فکر نمی‌کردم، چون تازه فکر می‌کردم این خوبه که یه کسی باشه که گام به گام به من بگه چیکار کن. ولی خب بعدش که آدم میگم با تجربه تر میشه، یه مقداری در واقع مستقل تر میتونی کار رو جلو ببری، دوست داری که دستت بازتر باشه و این اصلا این فرصت رو میده که آدم رشد کنه و یاد بگیره. این بود که باز من تو کانادا کمتر حس می‌کردم که این اتفاق میفته، ولی میگم شاید به خاطر این بود که من تجربه کاری بیشتر شده بود و بیشتر میتونستم مستقل پروژه ها رو جلو ببرم. ولی حالا در رابطه با توییتر که پرسیدین، من یه چیزی رو که میتونم الان بگم، من تجربه‌ام تو توییتر خیلی کوتاه بود، 9 ماه،
چون که بعد دیگه لیافا بود و این حرفا. و توی 9 ماه هم 3 ماه اول آنبوردینگ بود، یعنی 3 ماه اول ما هیچ کاری نمی‌کردیم، فقط می‌رفتیم ویدیو نگاه می‌کردیم که در واقع فرهنگ سازمانی شرکت چطوره. 3 ماه 3 ماه خیلی خیلیه. معمولی. چقدر آره طولانی. خیلی طولانی بود واقعا. ما هر روز یعنی انقدر بود که من حوصله‌ام سر میرفت، ویدیوها رو نگاه کردم دیگه، چه میدونم میرفتم برای خودم توی کد بیس میچرخیدم که ببینم خب چی به چیه، ولی کاری به من اصلا نمیشد. حتی من توی مثلا استندآپ های هر روزه تیممون میرفتم شرکت میکردم ببینم بقیه چی میگن، بعد من میگفتم که آره منم این ویدیوها رو نگاه کردم اما الان خالیه وقتم، میتونم کار دیگه انجام بدم. منیجرم گفت خیلی عالیه خیلی خوبه، هیچی کاری نبود اصلا به من بدن. این بود که واقعا میگم حالا میشه در واقع 6 ماه تایم مفید کاری من توی توییتر، که توی اون 6 ماه هم خیلی خیلی به نظرم بازه های زمانی رو طولانی تعریف میکردن. یک پروژه کوچیک رو براش 1 ماه وقت میدادم که من با شغل قبلیم تو تاپت مقایسه میکردم، حس میکردم که چقدر اینجا ما داریم کار نمی کنیم، چرا انقدر آروم همه چیز پیش میره. ولی خب این شاید به خاطر بزرگتر بودن شرکته که در واقع لول هایی که شما باید تایید بگیری برای کارت بیشتر میشه، اون پروسه و زمانی که برای دیزاین و طراحی کار میذارن طولانی تره، به خاطر همین خب بازه زمانی بیشتر میشه. ولی من یهو این تغییر سرعت رو حس میکردم که خیلی اینجا آرومتر همه چی جلو میره. و باز مدیر من توی توییتر هم ایشون هم یه خانم ایرانی بودن، خیلی سعی میکردن که فرصت بدن که ایده های خودمون رو پیاده کنیم و در واقع دستمون باز باشه اگر دوست داریم کاری رو انجام بدیم. خیلی ساپورتیو بودن، خیلی حمایت میکردن. این بود که من میکرو منیجمنت رو حس نکردم توی توییتر واقعا، ولی شاید باز یه مقداری میگم به خاطر این بود که خیلی سرعت کار پایین تر بود و حجم کاری که من انجام دادم به شخصه پایین بود. یعنی در واقع اونقدر مشارکتی تو توییتر من نداشتم تا قبل از اینکه دیگه لیاف ها بیاد. و باز هم 2 ماه آخر کاری من تو توییتر همه درگیر این مسائل لیاف بودن، باز کسی کاری نمیکرد. این بود که آرشا واقعا خیلی نتونم درست در 2 رابطه ماه با آخر دیگه زمانی بود که ایلان ماسک توییتر رو خریده بود، درسته که گفت یا بحثش بود، بله، که چون خیلی جلو عقبم داشت، گفت میخره و گفت نه من دیگه آره نمیخرم بعد دوباره کنسل کرد، بعد دوباره یهو و خرید و نصف توییتر فکر کنم لیاف کرد. فکر میکنم خیلی الان که خیلی بیشتر، فکر میکنم حدود 7000 تا نیرو داشت توییتر، بیش از 6000 خورده لیاف شدن از اون 7000 نفر اصلی. بعدها یه سری نیرو گرفت اکس، ولی کلا خیلی ها رو لیاف کرد. خیلی از بچه‌هایی که در واقع تعلیق شدن هم بعدن باشون تماس گرفتن که اگه دوست دارید برگردید. من خودم یکی از اونایی بودم که بهم زنگ زدن که اگر میخواید برگرد، چون یا کل تیم رو تعلیق کردن، هیچکی نبود که اون محصول رو در واقع بیاره بالا اگر مشکلی باشه. ولی خب آره از اون تیم اصلی 7000 خورده نفره خیلی ها تعلیق شدن توی بازه‌های مختلف. منتها فکر می‌کنم با ساختاری که گفتی کار درستی کرد، اینقدر همه چی یه ذره بیش از حد شاید بزرگ بود. یه مقداری خب اصلا کلا دلیل این که میخواستن به ایلان ماسک بفروشن شرکت رو این بود که شرکت سود نداشت برای سال 2023، نتونسته بود بفروشه اد و در واقع تبلیغات رو و دلیلش این بود پول نداشتن. هزینه‌ها زیاد بود، درآمدها کم بود، بله. بوده و نبود. اینکه آره و بازم میگم مثلا شاید بچه‌هایی که تو توییتر قدیمی تر بودن خیلی بهتر بتونن واقعا راجع به این مسئله صحبت کنن. من خیلی تجربه‌ام کم بود تو توییتر و تا مثلا بیام یاد بگیرم که چی به چیه، چیکار باید بکنیم، دوره من تموم شد. ولی خب آره یه مقداری شاید نیرو تعدادش زیاد بود، ولی خب از اون طرف هم تعلیق این همه آدم با هم ضربه زد به شرکت، چون که خب بالاخره باز این محصولات داشتن کار میکردن، یه سری آدم روی محصولات کار میکردن. وقتی همه رو یهو قطع میکنید خب محصول زمین میخوره. این بوده که از دلایلی هم که خیلی سعی کردن بعدش به افرادی که در واقع لیاف شدن زنگ بزنن که اگر میخواین برگردین سر کار، ولی خب اکثریت قبول نمیکردن. خب بریم حالا از تجربه لیاف ازر صحبت کنیم. اومدی توییتر رو حالا با کلی انرژی و انگیزه و آفر گوگل رو رد کردی، شاپیفای هم رد کردی و یهو ایلان ماسک اومد و شرایط به هم خورد و
حالا اینجا معمولا تو آمریکا شمالی خیلی مرسومه که مثلا یهو بهت میگن یعنی مثلا یه ماه نوتیس بهت نمیدن، که از قبل بهت اعلام نمیکنن. برای شما اینجوری بود؟ یعنی یهو اعلام کردن که مثلا نیاین و دسترسی‌ها رو قطع کردن؟ یعنی اون لیاف هم چجوری بود؟ حالا شاید جالب باشه برای بچه تجربهش. بله، ما فکر میکنم حالا اگه تاریخ ها دقیق یادم باشه جمعه 28 یا 29 اکتبر این قرارداد انتقال توییتر به ایلان ماسک نهایی شد و خب شرکت برای ما ایمیل چیزا رو میفرستاد که مثلا الان تو چه مرحله ای هستیم. خیلی کامیونیکیشن قوی نبود که برای کارمندا قراره چه اتفاقی بیفته، ولی پروسه قانونی رو با ما به اشتراک میذاشتن که الان دیگه ایلان ماسک خرید. یه جمعه روزی بود که ایمیلش اومد که خرید و یه آل هندز برگزار شد قبلش که در واقع یه میتینگیه برای کل شرکت. خود ایلان ماسک اومد صحبت کرد رو توی اون میتینگ. اولین میتینگی بود که ما خودش رو دیدیم که برای کل شرکت بود و گفتش که مثلا برنامه‌هاش چیه و یه مقدار راجع به این صحبت کرد که چه برنامه‌هایی برای توییتر داره. خیلی کوتاه بود صحبتش. و بعد جمعه این ایمیل اومد که اینا خریدن. همون جمعه که این ایمیل اومد تو کل شرکت قشنگ مشخص بود که جو شرکت تغییر کرده. یه مقداری همه میترسیدن، مثلا حتی تو اسلک، ما از اسلک استفاده میکردیم، بچه‌ها میترسیدن پیام بذارن، میگفتن که ایلان ماسک اخراج میکنه هر کسی رو که کوچکترین اعتراضی بهش بکنه. هیچ کسی هیچ چیزی نمیگفت. این بود که از همون موقع بچه‌ها شروع کردن یک اسلک مستقل ساختن که همه برن اون تو که بتونن پشت صحنه در واقع صحبت کنن. و بعد بچه‌های ایرانی توییتر یه گروه واتساپ ساختن که باز از اون ور مثلا حالا صحبت بشه. تا شد پنجشنبه بعدیش 4 نوامبر. امیدوارم تاریخ‌ها رو درست بگم ولی پنجشنبه روزی بود که ساعت 11 شب بود. من رفتم بخوابم دیگه. دیدم که این گروه واتساپی نوتیف داد که من دسترسی ندارم دیگه، شما دسترسی داری؟ منم پا شدم سریع لپتاپ وا کردم، لپتاپ من روشن میشه. گفتم خب منو قطع نکردم، حالا بعد ببینم به ایمیلم دسترسی دارم. دیدم نه، من به ایمیلم دسترسی ندارم، اکانت من رو بستم. حالا باز ما شانسی که آورده بودیم این بود که همه از قبل گفته بودن که هر چیزی روی کامپیوتر شرکتتون دارید که لازم ممکنه بشه برای خودتون بفرستید، مثلا پی اسلیپاتون که فیش حقوقیتون، یا اگر فیدبکی از مدیراتون گرفتید اونا رو بفرستید. من همه اینا رو برای خودم فرستاده بودم. من حتی اکانت توییترم روی ایمیل شرکتی توییترم بود، اونو هم تغییر دادم به ایمیل شخصیم که در اکانت توییترم از دست ندارم، چون ایمیل رو از دست میدادن دیگه. من رفتم دیدم ایمیلم بسته است و به هیچ چیزی دسترسی ندارم در واقع دیگه. خب همون موقع منم دیدم که همه بچه‌ها دونه دونه دارن میگن که آره مثلا ما هم دسترسی نداریم دیگه. خوابیدیم تا فردا صبح شد. یه سری از بچهای تیم توی لینکدین به من پیام دادن که آره ما خیلی ناراحت شدیم دیدیم تو مثلا این چند تا آدم از تیم رفتیم و من واقعا نمی‌دونستم چیکار باید بکنم چون ما هیچ ایمیلی نگرفتیم. دسترسیاتون رو قطع کردن، جمعه بهتون اعلام کردن یعنی که لیاف شدین یا هنوز جمعه اعلام نکردن؟ هیچ، ما فقط می‌دونستیم دسترسی نداریم. بچهای تیم میومدن میگفتن آره من دیدم اسلک تو مثلا دی اکتیویت شده و خب حد زدیم که تو لیاف شدی. و مدیرینا چیزی نمیدونستن یا مدیرم خودش لیاف شده بود؟ بله دقیقاً مدیر من هم لیاف شده بود. مدیر من به من پیام داد اتفاقا که خیلی ناراحت شدم که تو لیاف شدی، تازه مثلا به تیم اضافه شده بودی و اینا، ولی گفت من خودم هم خبر نداشتم که کی قراره لیاف بشه. این بود که و من دقیقا همون شب هم یعنی جمعهش می‌خواستیم بریم مسافرت. مثلا 2 هفته مرخصی گرفته بودم از قبل که من میخوام برم مسافرت و اینا دیگه. گفتم مسافرت رو برم دیگه و حالا فعلا سر کار که دارم نمیتونم برم. چه ضد حالی. خب خیلی ما رفتیم مسافرت و توی وسط مسافرت یک شنبه شبی بود، فکر کنم همون یک شنبه بعدیش بود. ساعت 9 شب گوشی من زنگ خورد و دیدم که دیرکتور من که در واقع مدیر من میشد به من زنگ زده با گوشی، حتی ایمیل و هیچی، زنگ زده بود که اگر میخوای از دوشنبه برگرد سر کار. بعد من گفتم که خب میشه اینو توی ایمیل بر من بفرستید و اینکه اگر میشه به من بگید که الان وضعیت من چیه، آیا من الان کارمند توییترم یا کارمند توییتر نیستم. اگر من کارمند توییترم چرا دارید به من میگین که اگر میخوای دوشنبه برگرد؟ من از لحاظ قانونی موظفم دوشنبه کار کنم. اگر من کارمند توییتر نیستم چرا یه ایمیل نمیدید که ترمینیشن من مشخص شه و باید با من یه قرارداد جدید ببندید؟
هیچی به من جواب نمیداد. اگر میخوای دوشنبه برگرد و حاضرم نمیشد اینا رو توی ایمیل بنویسه. گفت با همون شرایط قبلی اگر میخوای دوشنبه برگرد. گفت همین الان هم به من جواب بده که آره یا نه. و من گفتم من هیچی به شما نمیگم، چون اگه بگم نه refuse to work، من هنوز کارمند توییترم، به شما دارم میگم نه نمیافته. اگه بگم آره یعنی من قبول کردم ترمینیت شدم بدون اینکه هیچی داشته باشم. این بود که قطع کرد. و بعد من فهمیدم که این دیرکتور ما در واقع رفته سراغ کسایی که فکر میکرده روی ویزای کاری هستن و ممکنه که استاتوسشون رو از دست بدن اگه بیکار باشن. من رو ویزای کاری نبودم و اصلا توی کانادا هم حالا اگه شما بیکار بمونید از کشور دیپورتتون نمیکنن مثل آمریکا. این هم در واقع چیز دیگه بود که معلوم بود که از روی ناچاری دیگه هر کی رو میتونسته میخواسته برگردونه. از روی خیرخواهی زنگ زدن. آره مثلا از روی ناچاری میخواست، چون تیم واقعا خوابیده بود، کار خوابیده بود و میخواست ببینه که چون میدونست بچه‌هایی که مثلا حالا سیتیزنن یا گرین کارت دارن خب اونا میرن این کار دیگه پیدا میکنن، ولی بچه‌هایی که روی ویزای H1B بودن 60 روز فکر میکنم وقت داشتن، گفت اونا رو دیگه من اگه بهشون بگم حتما برمیگردن. ولی ما تو تیممون هیچ کیو نداشتیم. من تنها کانادایی بودم توی تیممون که منم باز روی ویزای کار نبودم. بچه‌های دیگه‌مون هم همه یا سیتیزن بودن یا گرین کارت رو داشتن. تنها کسی بودی که کانادا بودی؟ آره تنها کسی بودم که در واقع تیم توی قسمت کانادایی شرکت در واقع کار می‌کردم. آره و این بود که من گفتم من اینا رو باید تو ایمیل داشته باشم و بعدم قطع کرد دیگه، هیچی به من نگفت تا اواسط دسامبر. یعنی ما حدوداً 1 ماه هیچ چیزی از شرکت دریافت نمی‌کردیم. حتی ما ایمیل می‌زدیم که چی شد الان، هیچی دریافت نمی‌کردیم تا توی دسامبر به ما ایمیل زدن که بله شما شغلتون در واقع دیگه ساسپند بخشی ترمینیت شدین و دیگه مثلا قطع همکاری هستش. و بعد دوباره گفتن که ما به همه شماها یک سیورنس پکیجی میدیم که من نمیدونم توی فارسی چی بهش میگن، در واقع یک پکیجی که برای قدردانی رفتن میدن دیگه. آره جبران شاید یه همچین کلمه‌ای میشه براش گفت که مثلا اینقدر اولا که تا 1 ماه باید نوتیس میدادن که مثلا همینجوری که نمیشد در واقع یکی رو ترمینیت کنی. به من برای پکیج من این ریخته بود که تا 9 ژانویه، چون در واقع 4 نوامبر من رو دسترسیمو قطع کرده بودن، تا 1 ژانویه و ایمیلشون هم که تو دسامبر اومده بود بعد ما تو این مدت حقوق میگرفتیم. یعنی مثلا میدونی که هر 2 هفته یک بار پول میومد تو حسابمون با اینکه دسترسیمون با اینکه همه چی رو هوا خوبه. حداقل اگه تو ایران بود که قطعا نه ما حقوق به خاطر همین واقعا برای همه سوال بود که ما الان وضعیتمون چیه. و بعد توی بله هر 2 هفته یک بار ما حقوق میگرفتیم تا اینکه گفتن که دیگه حقوق شما تا 9 ژانویه خواهد بود. 9 ژانویه دیگه قطع همکاریه و بعد از اون حالا پکیج این ریختی میشد که به ازای هر 1 سالی که تو توییتر کار کردید 2 هفته حقوقتون رو میگیرید. من کمتر از 1 سال کار کرده بودم، یه دونه 2 هفته بهم حقوق میدادن. یه حقوق اونجوری هم گرفتیم و کاری که توییتر کرد من فکر نمی کردم وست من رو بده، ولی خب وست 6 ماه اول من رو توییتر داد به من. خب که خب اونم باز یه مبلغ قابل توجهی بود که من، ولی خب پاداش و اینا که نه هیچی، ولی وست من رو توییتر داد، اون سهام من برای 6 ماه رو داد. برای منی که انقدر دوران کاریم تو توییتر کوتاه بود پکیج خوبی بود و من امضا کردم و شما اگر این پکیج رو امضا می‌کردی حق هر گونه شکایت رو از خودت می‌گرفتی دیگه، بعدها نمیتونستی از توییتر شکایت کنی. اما خب بچه‌ای بودن که مثلا 7 سال 8 سال تو توییتر کار کرده بودن و انتظار پکیج بهتری داشتن. خیلی از بچه‌ها مخصوصا بچه‌های آمریکا امضا نکردن و می‌خواستن که شکایت کنن. هنوزم فکر می‌کنم داره پروندهشون جلو میره. من دیگه خیلی وقت دنبال نمی‌کنم ولی میدونم که وکیل گرفته بودن و داشتن شکایت می‌کردن چون انتظار پکیج بهتری داشتن. ولی خب من امضا کردم چون اون چیز خوبی بود برای دورانی که من کار می‌کردم. چیز خوبی. آره من اگه می‌خواستم شکایت کنم واقعا نمیدونم چقدر چیز بهتری نصیبم میشد، مخصوصا که توی کانادا کاری که کردیم بود که تو چند مرحله بچه‌ها رو لیاف کرد. فکر می‌کنم ما هیچ موقع شامل اون قانون اگر بیش از 200 نفر یک جا از شرکت اخراج بشن باید یه پول گنده‌ای بگیرن، ما هیچ موقع شامل اون قانون نشدیم چون همیشه کوچیک در واقع اومد بچه‌ها رو
لیاف کرد. این بود که من اصلا نرفتم. باز میدونم تو کانادا هم یه سری از بچه‌ها پیگیری کردن، من اصلا سمت اون قضیه نرفتم. این بود که دوباره من شروع کردم توی ماه دسامبر مصاحبه کردن برای در واقع شغل بعدی. خب و فکر کنم الان دیگه همین شرکتیه که داری کار میکنی، درسته؟ خب بله، من در واقع این وسط با یه شرکت دیگه، یه استارتاپ خیلی کوچیکی بود، استارتاپ سری A بود در واقع. مثلا اگه بگیم استارتاپ سید سری A B C D E و پری آی پی او، این سری A بود. کلا 12 نفر بودن و فاندی در تازه واقع گرفته بودن ویسی. دقیقا در واقع یه جوری فاوندینگ انجینیر میخواستن که شاید واقعا پوزیشن مناسبی هم برای من نبود. کسی که مثلا 2 سال سابقه کار داره یا 3 سال سابقه کار داره شاید به عنوان فاوندینگ انجینیر زود باشه. یعنی در واقع کسی رو میخواستن که از پایه بنویسه سیستم رو بیاره بالا. اما خب متاسفانه اون استارتاپ خیلی کوچیکی بود که خورد زمین، در واقع اصلا جلو نرفت. این بود که ولی من تو کل این مدت داشتم همچنان مصاحبه میدادم، چون که میدونستم اینجا جایی نیستش که من بخوام بمونم. خودم ترجیح میدادم برم شرکت بزرگتری. تا اینکه من توی می در واقع، یعنی حدود 4-5 ماه بود که من داشتم و مصاحبه میدادم. اون موقع دیگه خب خیلی بازار واقعا وضعش بدتر شده بود. همه دنبال فقط توییتر نبود که لیاف کرده بود، گوگل بود، در واقع همه شرکت‌ها بود. من حتی به گوگل برگشتم زنگ زدم. فکر کنم 18,000 نفر متا لیاف کرد. متا، آمازون. بعد من حتی به گوگل زنگ زدم چون گفته بودن 12 ماه آفر منو نگه می‌دارن، ولی خب دیگه بعد از اون همه لیاف کسی رو نمی‌گرفتن اصلا. یعنی من حتی حاضر بودم داون لول شم، ولی خب حداقل کار رو داشته باشم. ولی خب نه، اون موقع به من گفتن که ما الان هیچ نیروی نمیتازم لیاف میکنیم که نیرو نمیگیریم. و این بود که من شروع کردم مصاحبه دادن. توی می تونستم دوباره یه آفر بگیرم از این استارتاپی که الان هستم سری سی هستش، حدود 100 نفرن. ولی خب به نظرم خیلی استارتاپ آینده داریه، خیلی کاری که میکنن جدید و جالبه و آدم‌های بسیار خفنی دارن اینجا کار میکنن. من خیلی خوشحالم که دارم کنار همچین آدمایی کار میکنم. اما خب از من هیچ موقع تو محیط استارتاپی این ریختی کار نکرده بودم که سرعت انقدر بالا، حجم کاری انقدر بالا. خیلی متفاوت بود از توییتر که مثلا انقدر همه چی چیل بود و همه نشسته بودیم در واقع منتظر که یه کاری بیاد. اما اینجا همیشه کار برای انجام دادن هست. حوزه کاریش چیه این استارتاپ؟ این روی مدیکال کدینگ کار میکنه که در واقع یه جورایی میشه گفتش که نسخه های پزشکی یا هر نوشته پزشکی که میاد از بیمارستان ها یا ارگانیزیشن های مدیکال، اینا باید در واقع تبدیل شن به یک سری کدهای مدیکال مخصوص که اینا بعدها برای حسابداری استفاده میشه که بخوان در واقع قبض مالی صادر کنن. و کاری که این شرکت میکنه، یعنی الان کاری که بیمارستانا میکنن اینه که نسخه پزشک رو میخونن، سعی میکنن ببینن تشخیص پزشک چی بوده، بر اساس اون ببینن میفته زیر مجموعه کدوم کد و بعد بگن که مثلا قبض این چجوری میشه. اما کاری که این شرکت میکنه اینه که با استفاده از AI میاد این نسخه ها رو میخونه و کدا رو اکسترکت میکنه که خب خیلی پروسه سریعتر میشه و یه چیزیه که الان بیمارستان ها خیلی دنبالشن، برای اینکه خب خیلی پروسهشون سریعتر میکنه. چیز باحالی. فاندر فکر کنم تو این حوزه کار کرده چون ببخشید مؤسسش میگم قبلا تو این حوزه کار کرده، حتما دیدی داره. چون این ایده نیست که مثلا تو از خارج اون ساختار به ذهنت برسه. بله مؤسساشون در واقع کسایی بودن که تو دوران لیسانسشون توی همین زمینه ها کار میکردن و اصلا در واقع CEO ما آدم تکنیکالی نیستش، آدمی که بیزنس خونده فقط. ولی خب ایده های خیلی خوبه. 2-3 تا استارتاپ قبل از این هم داشته، اما خب این استارتاپش میگم الان بزرگترین استارتاپشه. و CTO مون هم همینطور در واقع بیشتر سمت بیزنسیه، اما خب کارهای تکنیکال هم کرده و الان اومدن این سمت که واقعا ایده جدیدیه و کارشون خیلی خوب داره میگیره. من الان حدوداً 8 ماه تو این شرکت بودم، سایز شرکت 3 برابر شده. خیلی دارن سریع نیرو میگیرن، خیلی تعداد کاستومراشون بیشتر شده. کار جالبی دارن میکنن، ولی خب برای من یه تغییر بزرگی بود از اون در واقع محیط کاری به یه همچین محیط کاری.
خب ما میخوام دیگه بیش از 1 ساعت نشه، تقریبا 53 دقیقه شد. دو سه تا نکته کلیدی آخر کار بخوای به بچه‌ها بگی چیا رو میگی برای مصاحبه کردن، کار پیدا کردن، نمیدونم رزومه، نتورکینگ، مراتب، حالا دو سه تا نکته مثلا کنکوری بخوای به بچه‌ها بگی چیا به نظرت خوبه؟ آره، من حالا باز توی زمینه کاری خودم بگم، به نظر من اینکه لینکدین و رزومتون رو آپدیت نگه دارید خیلی نکته مهمیه. توی این در واقع توی صنعت تک هر لحظه شما ممکنه لایاف شید، هر لحظه ممکنه تغییر یعنی یه جوری نیستش که شما بگید من تو این کار 5 سال میمونم حالا بعدش بهش فکر میکنم. شما باید هر لحظه به نظر من رزومه و لینکدینتون آپدیت باشه. کانکشن ساختن واقعا از اوجب واجبات شما. تو هر شرکتی وارد میشید کمترین کاری که میتونید بکنید اینه که لینکدین همه رو فالو کنید، هر کسی که تو شرکت هستش. این خودش کانکشنی براتون میسازه. بعدها میتونید با در واقع کانکشن های مشترکتون کانکت بشید و اگر شاید مثلا این همکارتون یه ریکروتری میشناسه که اون میتونه یه پوزیشنی برای شما در واقع پیدا کنه. به نظر من کانکشن ها خیلی مهمه. رزومتون رو آپدیت نگه دارید. و من الان کاری که دارم میکنم، با اینکه فعلا برنامه‌ام نیست از این شرکت بیام بیرون، دوست دارم پوزیشنم رو، ولی من همچنان سعی میکنم هر از چنگایی لیت کد انجام بدم که خودم آپدیت نگه دارم. برای سیستم دیزاین دارم سعی میکنم درس بخونم. خیلی سایت های خوبی هست مثل بایت بایت گو هست یا کتاب DDIA، خیلی کتاب معروفیه برای سیستم دیزاین. سعی میکنم اونا رو، حالا نه اینکه بگم مثلا دارم هر روز درس میخونم، نه، ولی خودم رو آپدیت نگه دارم که اگر لازم شد دوباره مصاحبه کنم مجبور نباشم 3 ماه 6 ماه وقت بذارم که فقط درس بخونم. چون الان واقعا لول مصاحبه ها اومده بالاتر. الان خیلی انتظارات بالاتر رفته، سوالات خیلی تخصصی تر شده به خاطر وضعیت بازار کار. مرسی ممنون. میدونم که روز تعطیلتونم بود. مرسی بابت وقتی گذاشتین، خیلی تجربیات خوبی بود. امیدوارم که بر بچه‌ها مفید بوده باشه. خیلی ممنون از شما که دعوتم کردید. متشکرم.